اسمش شیشته بود کسی برای ما تو کاتا کاتا گپ زد این پالی من یگان امی زبان بسیار تیز از ببخشید یگان دفعه گپ خطا میخوره خوب دوستایم خفه میشه یک مجلس شیشته بود یک کس همون چیزی که مرا گفت استاد والا امی پیسه کس انسانیت است اخلاق است چطور این بیچاره بخیال یک 2 میلیون دلار سرمایه داشت اعصاب ما خراب شد یک دفعه حوصله کم دو دفعه دیگه دفعه سوم دفعه گفتم برادر کل سرمایه تو چند است 1 2 میلیون دلار باشه گفت باشه ما گفتم اگر انسانیت با پیسه می بود سگ بلگیت 50 میلیون دلار براش میراث رسیده بلگیت هم میشناسین همین شرکت مایکروسافت که جور کرده این میراث خود نوشته کرده باز بر سگ خود نوشته کرده 50 میلیون دلار مفتم والا خیلی این سگ از تو کرده 25 چند انسانیتش بیشتر است چاپ شده دیگه گپ نزن اگر انسانیت با پیسه باشه تو 2 میلیون دلار سرمایه داری او 50 میلیون پس از تو کرده 25 مرتبه در انسانیت بالاست و تو 25 مرتبه از سگ کرده خسیس هستی گفتی میگه برای من گفتی به دیگه کس نگو یعنی ما ماسا که در گوشت گفتم به دیگه نمیگم اگر نه باز 25 مرتبه از سگ کرده رتبه پایین میشه چرا این قسم غلام پیسه هستی چوب شد دیگه تا همین روزام که من میبینم تو وام پیشانی خود ترش میگم وام ترش میگم خوب است تشکر یک شوت کردی ما هم یک شوت کردم خوب یک شوت کردی گفتم که مکن گفت مکن تا نکنم این یک سخنم چنان خوش آمد که مپرس به هر صورت این مولوی صاحب برش گفت که او قربانت شم او پاشا جان این گپ نیست پیسه کل چیز نیست نکو از خدا بترسید است نه شما نمیفهمین شما عقل ندارین شما چطور هستین خب بالاخره این مولوی صاحب بسیار توهین و تحقیر کرد دعا کرد گفت الهی پروردگارا من خب بسیار نصیحت کردمش دیگه نه دیگه خودش تو میفهمی و سرنوشتش لکن پروردگار این خب کل مردم گمراه کرد این خال کل گیر در مجلس تبلیغ کردن میره و ملارم دانایش بسته کردن الهی دیگه تو خودش هم نشان بده مردم هم نشان بده صاحب الله جل جلاله برش نشان داد چه قسم نشان داد شاو صاحب مردکه خو میبینه امی پادشاه این دیگه در زیرخانه خود یک خزانه بسیار کلان جور کرده در این خزانه صاحب امی خشتای طلا را چینده و خلطگکای جواهری کل از پیسه و کل پیسه همه چیز اینجا مانده شوی ساعت 2 بجه شو اما تو خرفش مرا والا یک وقت دکانداری میکنم دل مرا یک دکاندار از دکانداری سیاه کرد این صاحب میرفت شامکی امروز شامکی ما حسابی داشتیم تال خوردیم دیدیم مردکت شامکی رفت 20 دقیقه بعد باز آمد امی قلفا را 15 دفعه کش میکرد امی قلفای دکانه پیشوری ما یک 10 دفعه کش کرد باز بچه خودم میگه بچه این تو هم یک کش کو باز هم یک کش میکرد باز بچه خودم تو بر نه تو هم یک کش کو ما دیگه هم قرار شدیم سرای سوال دارم اسکی قلف 3 دفعه کش شد بعد از این من دیگه مصروف هم حسابی هستم حالا یک وقت این پیسای خود حساب میکنیم که ما چی فروشات کردیم چی کردیم چی نکردیم که دیدیم بازی مردک آمد نامش براتون نمیگیرم خب گفتم کاکا چی گپ است والله دمی خانه که رفتم دمی سر چای خوردن شیشته بودم که باز می قلفای یادم نرفتم باشه باز آمد یک 3 4 دفعه کش کرد سر بایسیکل مانده وزل یار امروز روز ما گفتم بیادر من از این دکانداری تیر اگه قسمی پیسه باشه خود تمام نه شب خواب نه روز تا خب بالاخره صاحب این پادشاه هم عین عادت داشت این پادشاه هم عین عادت داشت 10 بجه شب که شده در چت رفتن والا این نفر را که من بسیار سرش اعتماد میکنم و خوب آدم چی هست خوب تو آدم امانتکار است و به حساب همی کلی خزانه پیش ازیز خزانه دار این کدام غلطی نکرده باشه کدام اشتباه نکرده باشه کدام خشمشت طلا را تا بالا نکرده باشه پیسه را این سبب همی 10 بجه شو پایان میشه و میره دروازه خزانه را واز میکنه و پایین رفته دیگه حسابی میکنه هر دفعه که میرفت خزانه دار برش میگفت که تو بیا کتم یک جای برو این دفعه چون سر خود خزانه دار شک پیدا کرده میرسه میشه خزانه دار هم صاحب این دیگه دمی این حسابی است که یک دفعه دمی فکر وسوسه بشه خزانه دار پیدا میشه وای میگه می کاکامو فلانی وارد دکاندار واری قلف سعی کش نکرده باشم امی دروازه خزانه باز نمانده باشه که اگه پادشاه بیایه و ببینه که دروازه از پیش ما یادم رفت مرا میکشه این صاحب خزانه دار هم تو آستا میره دمی زیر زمینی که راستی سهل بکنه دروازه باز است چی اشتباهی کردیم فوراً صاحب دروازه را قلف میکنه پس میره
و این دروازه‌ش هم دروازه هم استادیو وارست که هر قدر داخل چیغ بزنی بیرون کسی نمیشه. این صاحب پادشاه صاحب در داخل است که میپره که سهل میکنه که دروازه بسته است، چیغ میزنه و چیغ میزنه و چیغ میزنه. صبح که میشه ملکه میخواد صاحب و ملکه چی شد؟ پادشاه میگه ما چی ماله نمیشه داوری شاست از تخت بود گم شد مردکه کجا رفت؟ ما دیگه ندیدمش. خود صاحب تا میدون بالا میدون، بعضیا میگن که پادشاه عادت داره یگان دفعه میره امی چیز شکار میکنه او میشه در شکار او رفته باشه همین. خب بالاخره صاحب میرن دمو دشت شدم جایی که شکار میکنن نیست مردکه پادشاه گم شد. اعلان تا بالا، اعلان های فوتی، اعلان های تجارتی، پادشاه را کس ندیده صاحب فلانی رو ندیده در لبای سرک صاحب عکسایش هم آن کردن گم شده مردکه پیداش کنید. مردکه رفت صاحب چک شد. بالاخره یک روز دو روز سه روز چهار روز پنج روز شش روز نیافتن. بچه‌ش گفتن که برادر حال خود پدرت خدا ببخشش دیگه گل خوردش پلنگ خوردش گم شد. پیش فالبینا رفت واسه گفت دیو بردش. پیش جادوگر رفت تو صاحب 16 قسم جادو کرد هیچ صاحبشان چیز فایده نه. جادوگر صاحبش میگفت که صاحب این اما تو برین دیگه رفته باز یک 40 تا عسکر رایی میکردن دیگه اما نمی سم دیگه برو دیگه تا ایمد. جادوگر هم عادت داره نه اگه تا لودر که گیر کرد باز میگه او نمو سمت دمی چیز من نشان میده دمی آینه او نمو سمت که بری باز این لودا دیگه دمی سمت میرسی اول خیرخانه و سه دوی خیرخانه و سه خیرخانه باز میرم دیگه باز که میاد دیگه دمی سمت است دیگه باز میگه باز چطور شد والا بستهش کردن. خصای هر قدر که کرد خصای نتیجه نداد. بالاخره امی لونگی از زیر و امی تاج از زیر گرفتن در سر بچه‌ش گذاشت. بیا دیگه حالا پدرت فوت کرده خیلی خودت خصای بی دعا موا کردن و تعزیت کل چیز خلاص شد. این بچه‌ش که وقتی از جنجالا خلاص شد امی خزانه دار آمد برش گفت که جناب علی خودت به صفت پادشاه مال مقرر شدی و امی کیلی خزانه پیش ما بود یک کاپیش و یک کاپیش هم پیش خدای بیامرز پیش خدای بیامرز بود. خدای بیامرز خب گفت خیلی بیایم ببینیم که چیز کم نباشه سهل کنین. میرن صاحب که مردکه چارپلاق در اینجاش خلطه زمرد است در این طرف هم طلا هست این دیگه در این سر از یه تا پوندیده اما تفتادگی است. در این بالی سر کلش یک خط نوشته کرده که مردم غافل سرزمین من همیشه بر شما میگفتم که پیسه همه چیز است لکن من بیچاره در سر لال و جواهر از گشنگی مردم. با تمام چی از گشنگی مردم. و بازی درس عبرت شد برای دیگه مردم. برادر عزیز یک روز یک سن درس میدادم یک کسی اعتراض کرد و فی السماء رزقکم و ما توعدون. من گفتم الله جل جلاله میگه که رزق شما در آسمان است. یگان وقت من دال خواب میبینم که امروز چاش دال میخورم باز قاری صاحب طاهر یگان دفعه جوانی میکنه نه باز میگه تو بیا بریم گفتش که یک کباب چوپان بخوریم. امید آسمان نوشته شده دیگه که ما قاری صاحب بریم امروز چاشتکی ها کت طارق یک جای کباب چوپان بخوریم و فی السماء رزقکم. ما خب پیش خود دال خواب دیدیم که دخوانه یا کچالو پخته کرده یا دال پخته کرده خوب دبلش شورواست. اینال شوروا هم شورش رفته و وایش مانده. اینال مجبور چی کنی؟ لکن این خیز که فستاد شما چی میگن؟ یک غریبی بیچاره 2 کیلو گوشت میخوره خوردن نمیتونه پیسه دار 2 کیلو صبح میخوره 2 کیلو شب میخوره. او غریب پیسه نداره گوشت خوردن نمیتونه. این پیسه دار که است بسته گوسفند چپه میکنه. ما گفتم برادر عزیز رزقی که الله جل جلاله برات نشته کرده یک خوردم زیاد خوردن نمیتونه. یعنی امی سیف دلار هم پر باشه دکتر برات نسخه نشته میکنه که پروفسور صاحب تجار صاحب از گوشت بند گوشت گوسفند بند. اگر غریبا را سعی کنین تا 70 سالگی گوشت میخورن پیسه دار را سعی کنین تا 45 سالگی وقت گپش خراب است. چرا رزق قضیه پوره شده.
رزق 70 ساله خود وقت تا 40 سالگی خلاص کرده. گوشتش خلاص است، باز که گوشت گوسفندش خلاص شد میگه گوشت گوسفند نخو، باز دیگه روز میگه گوام نخو، دیگه روز میگه باز چی بخو. یعنی من خودم باور بکنین قصه خدا براتون بکنم، خود تجربه سر خود ما. در منطقه که ما پیدا شدیم در اونجا اکثر مردم در اون وقتی که ما تولد شدیم یعنی 40 سال 45 سال ما که میرفتیم اونجا، ما از کابل میرفتیم در اون منطقه، مردم اونجا بیچاره کلشان جواری میخوردن، بازا جواری میگفتن، بازیا صاحب کلشان جواری میخوردن. ما را میگفت اوه شما نان سفید میخورین، چقدر خوب، والا مردم شهر هستین نان سفید میخورین. یک روز من پیش دکتر رفتم، دکتر مرا گفت که دیگه نان چیز نخو، جواری بخو. مفتم والا جواری رو که من باید در خورترکی میخوردم رو نخوردیم، والا دکتر تاسم نسخه دکتر باید بخورم. و فی السماء رزقکم و ما توعدون، رزقت در آسمان نوشته شده. این رزقت الله برات میده، 1 کیلو گوشت برات نوشته کرده. اگه غلامی امریکا رو میکنی اون 1 کیلو رو میخوری. بسیاری کساس خدا زدهش که شوله غلامی امریکا رو میکنن. پریز است. والله بالله ما چشم خوریم. شولی خام میخورن لکن غلامی هم میکنن و خانه خراب. تو خاص کل چیز رفتی، پرزایش هم کلش خراب است. این چیز دیگه نیست، فقط در موتر خوش است که 1-4 تا بادیگارد داشته باشه. به هر صورت برادرای عزیز، یک روز یک مولوی صاحب در سر منبر استاد بود، این قصه دومی است. بازی که برای مردم گفت پیسه زیاد پشت پیسه نگردین، صحیح است برای دنیایتان هم یک چیزی داشته باشین، تجارت بکنین. از دیدگاه اسلام پیسه داشتن عیب نیست، بسیاری کسا ترک دنیا در اسلام نیست. اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه، وقتی که آذان نماز جمعه شد، فصعوا الی ذکر الله، به یاد الله برو، به ذکر الله که نماز جمعه است. فاذا قضیت الصلاة، الله جل جلاله وقتی که نماز خوانده شد باز مسجد نباش دیگه، فانتشروا فی الارض، بین در زمین منتشر شوین، وابتغوا من فضل الله. اینجا مال فضل الله گفته که تجارت کنین، مال پیدا کنین. این فضیلت الله هست، یعنی چیزی زشت نیست. لکن این دو چیز زشت میسازه. یکی این زشت میسازه که این از طریق حرام پیدا بکنی، راه عایداتیشه، و دیگه این زشتی را میسازه که تو را هدف قرار بدی. اما اگر وسیله باشه، مال خوب چیز است، من حیث وسیله استفاده شود، وسیله‌ای که تو را به جنت ببره، وسیله‌ای که تو را آخرت خوب بسازه، وسیله‌ای که تو در روز قیامت سعادت دنیا و آخرت حاصل بکنی. مثل حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه خشکسالی شد، مال زیاد داشت، کاروان تجارتیش رسید، تجارت رفتن، یکیش به شستا شد، گفت آقا من 2% فایده میتونم، دیگه گفت که من 4% فایده میتونم، دیگه گفت من 10% فایده میتونم، بالاخره 50%. حضرت عثمان رضی الله عنه گفت که نه، 1/10 تجار آمدن که از برای خدا این مال 1 روپیه را 10 روپیه میفروشن. این رو هیچ کس آمدن پیش حضرت عمر رضی الله عنه شکایت کردن که یا عمر، عثمان چی میگه؟ گفت چی میگه؟ گفت دی خشکسالی میگه که 1/10. این رو هیچ کس خریدن نمیتونه. گفت شما حضرت عثمان نمیفهمین، اون معامله دیگه داره خاصش. گفت یا عثمان بیا. عثمان رضی الله عنه کشید، گفت خبر شدیم که کاروان تجارتی رسید. گفت رسیده، چقدر شتر است؟ گفت از دیگه یک چند هزارک هست دیگه. سبحان الله. گفت چی است؟ گفت کلش مواد غذایی است. و مردم اینجا، گفت اینجا مردم بسیاری است، گشنگی و تشنگی. گفت چند میفروشی؟ چقدر فایده میگیری؟ گفت 1/10. گفت هیچ کس خریداری کرده. گفت اون ذاتی که من کتش تجارت میکنم 1/10 خریده میتونه. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم، تجارتی که به امرای الله میشه. گفت من تجارت که الله خرید و فروش میکنم. امی کاروان من لیست بگیرین و برای فقرا اول توزیع بکنین و به نام الله داده شد. از این خاطر الله جل جلاله چی میگه؟ فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله. فضیلت الله هست که برای بعضی کسا داد. از این خاطر تجار و مالداری که الله برش هدایت کرده باشه. شاید ببین هدایت چی هست؟
برادرای عزیز خفه نشین که کدام تجار را دیدن که در راه الله مصرف نمیکنن، بانی نشن. چرا؟ مال، سرمایه، کل ما و شما سرمایه داریم. همین عمر ما یک سرمایه بسیار بزرگ است. همین وقت ما سرمایه بزرگ است. الله جل جلاله دو قسم مردم پیدا کرده. یک تعداد برای جنت خلق کرده و یک تعداد برای دوزخ خلق کرده. ده هیچ شک نکنین. یک تعداد برای جنت خلق کرده و یک تعداد برای دوزخ خلق کرده. اینا رو چطور میفهمی که این نفر الله برای جنت خلق کرده و این نفر برای دوزخ خلق کرده؟ صبح که من سرم در سلمانی تیار میکردم، در اونجا سعی کردم که اما سلمان آدم دیندار است، لکن بیچاره نمیفهمه. دیدم در پالیوز یک عکس یک زن است، یخنش باز است، اعضای بدنش معلوم میشه. من برای گفتم که دوست خدا، این عکس هر کس که سائل میکنه چی میشه؟ تو گناهکار میشی. گفت که انشالله دورش میکنم. من گفتم خیلی همین انشالله دورش میکنی، خالی خب آماده شد. من دستم دراز کردم، گفتم نه خیر، من بیغمت میگم، من متاسف کردم. اما عکس گرفتم میگیره، فرستم قاطش کرد به شاگرد خود داد که ایره بگیدم تندور چیز دارن، چیز پرتشم بخاری که هوا گرم میکنه. اون طرف دیدم که دیگه نفرش بچه جوان است، در پیشوری از اون عکس بود و ما عکس خودش گرفت و برات داد که فیلم پایین کنین وسو کنین. اینا علامت جنتی و این کسایی که الله برای جنت خلق کرده و این کسایی که الله برای دوزخ خلق کرده. او کسی که الله برای جنت خلق کرده او رو برش توفیق میده که مجرده که گپش شنید تصمیم میگیره. به نماز برش گپ بزنی، اولی که الله جل جلاله برای جنت خلق کرده به نماز است، نماز نمیخونه، لکن وقتی که برش گفتی عاجل حرکت میکنه، من نماز میخونه والا من اشتباه کردم. اوی که الله برای جنت خلقش کرده تا حال نمیفهمیدم، حال فوراً تصمیم میگیره که ما باید چی باید بکنم در مال خود، در جوانی خود، در زندگی خود، در خانه خود، در سرمایه خود. اما او کسی را که الله جل جلاله برای دوزخ خلقش کرده میشنوه آخر که برآمد یک پرزگک خدا میگه نه سالا دیوانه هستن، اعصابشان خراب است، کونه فکر هستن. و اصلا گپ سر از این نیست که باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در دشت لاله روید و در شورزار خس. یک کسی هست که گپ برش میزنی در قلبش تاثیر میکنه و یک کسی دیگه تاثیر نمیکنه، پس شیطان اغوایش میکنه به طرف گمراهی میره. به هر صورت جنتی و دوزخی را آدم خوب میفهمه. یعنی نفر است سرش تاثیر کرد، رای خود اطور نیست که انسان از اول در راه درست رفته باشه، اشتباه کرده، غلطی کرده، لکن یک دفعه که گپ حق فهمید تو مسلمان است که 360 درجه هم تو چی کرده؟ تغییر کرده. 360 درجه 360 درجه و بسیار گپ عادی. اما کسی هست که تمام روز مولوی ها برش گفتن و در درس هم میشینه و در مجالس هم میشینه، لکن یک درجه هم تغییرش نمیه. چرا؟ به خاطر ازی که الله جل جلاله کسی را که برای جنت خود خلق کرده توفیق هدایت نصیبش میکنه و این انسان چون تکبر و غرورش زیاد شده توفیق هدایت از پیش ازی گرفته شده. او گفت که نفر دید که مولوی صاحب برش میگه که زیاد پشت پیسه نگردین، خواست برای مولوی صاحب ثابت بکنه برای از خطیب که تو صاحب این پیسه را میگی که زیاد پشتش نگردین. ایدم پیش جیب خود یک صدی داشت، آمد از آخر صف، آمد دمی صف اول یک کاکا گشته بود. گفت کاکا، گفت یک صدی بود تو می جایی تا بر من اعلان نمیتی. این کاکا که سعی کرد گفت چطور پیسه نسوار خوب میشه. این صاحب عاجل گرفت صدی را، کاکا خیس رفت در آخر صف و این نفر دیگه که صدی را برجاده بود ای آمد این پیش صف. که آمد گفت ببخشید یک سوال. گفت صاحب شما گفتن که پیسه هیچ کارا نمیکنه. گفت پیسه هیچ کارا نمیکنه. این پیسه ما چی کار کرد؟ گفت چی کار کرد؟ گفت من در صف آخر بودم، صدی که در جیبم داشتم ایره داشتم برای کاکا. این کاکا جای خدا، این در اول صف مسجد توسط صدر پی قرار گرفتم. این مولوی بسیار فامیله بود. گفت برادر تا پیشتر که صدی در جیب تو بود تو در آخر صف قرار داشتی. صدی که در جیب تو بود
تو داخل قرارش، تو که از سدیر ترک کردی دادی به کاکاگا کمی سدید به جیبش داخل شد، رفت داخل صف. وقتی که پول دوز داشتی، یک استاد درس میداد، یک کس خیز گفت این استاد همین دنیا را گفتی خیز همی ازاری را میده گفت احمق میده نمیخوایم که تو بکنی، ازاری را از قلبت بکش در جیبت بان مصرف کو. بعضی کسان پیسه رو داشتن یک جیبک اینجا جور کردن دمی قلبش سر قلبش که هیچ کسی از قلبش نبرای. گفت من منظورم این نیست که تو پیسه بد چیز است، پیسه را از قلبت بکش در جیبت بان مصرف کو، پاره نکو اوسو نپرتو در راه درست ایره مصرف بکن. اینال برادرای عزیز، امروز ما براتون گفتم که قصه ها را براتون میگم باش خون. میگه یک جوان بود این جوان دمی گرد قصر پادشاه میگشت، هیچ چیز نداشت. این پادشاه بسیار عالم و فهمیده بود، گفت که بیا امی جوان یک فرصت بتم. نفرای خود روان کرد، گفت بفرمایین این جوان بیارین. ایره که خواست پیشش گفت بشی بچیم اینجا. گفت سعی کو بچیم. این حال 8 صبح است. از 8 صبح وقت تو است تا 4 دیگر. از همی 8 تا 4 بجه اینمی قصر در خدمتت است. هر چی که میکنی، هر چی که میگیری و هر چی که میبری. 4 بجه وقتت ختم است. خوب است. این صاحب نفره خود گفت ببرین. این صاحب بردن، اول که بردن در معمام بردن، این لوکس پاک صفایی را ششتن و کالای بسیار خوب در جانش کردن. ایره که صاحبیا کل لباس ها را پوشید و که آمد، خوراکا و مرغای کباب و گوسفندای کباب شدگی بیاره که دید، ازی بخو بردن برش نشان داد که صاحب اینی لال است، این جواهر است، اینی پول است، اینی یار صاحب دیداد نعمت های قصر که دید این صاحب ازو بخو شکم صاحب پر شد. خورده رفت میوای رنگ ترام. یک وقت صاحبی هم تو قرار خدا انداخته بود دیگه، سر تخت خواب کرده و بسیار هم تو مزه میتش. یک وقت سایل میکنه که از این دستش یک کسی گرفت، گفت چیه پس؟ همین کسایی که برازی خدمت میکردن، یکی پایش چاپی میکرد، یکی دستش چاپی میکرد، یکی برای شاو میورد، دیگه همه رو خدمت میرفت کوره بیروره به قرار شیشتن. همین تو آمدن صاحب از این دستای گرفتن، این صاحب کش کرده کجا میبرین؟ گفت وقتت پوره است، 4 بجه است. این بردن صاحب کالا مالایش کشیدن، پس ابو کالایی که صبحی پوشیده بود می جانش کردن، یک دو لغت هم کشش کردن. این پس که آمد باز دروازه رو تک کرد، آمد پیش پادشاه گفت بله صاحب. گفت شما صاحب با این ناز و نوازشی که دادین کلی در خدمت ما بود یک دفعه. گفت زندگی این همت یک فرصت است. من برای تو از 8 تا 4 فرصت دادم. تو میتونستی که لودستی یک 2 خلط از جواهر در جیبت میکردی. همون لحظه که تو قدرت داشتی از قصر مبرامدی میبردی اگه چیز کس. من خب برات گفتم که کل چیز در خدمتت است. 1 2 تا غلام هم کتت میبردی، 1 2 تا کنیز هم کتت میبردی، ها؟ یک گادی 2 از پران صاحب کش کده میبردی، پس میامدی عزیز تا همی 4 بجه استفاده میکردی. تو هیچ استفاده نکردی، دمی ظاهر مظاهری که پنده قصد دمی خدا بازی دادی، خوابت کردی، بالاخره وقتت پوره شده، آل دیگه وقت از دست رفت. عمر انسان اینمی قسم است برادرای عزیز. عمر انسان بسیاری وقتاست یک کسی است که در بسیار اوج قدرت است. همین پیران خودم که بکشه، همین اندامای خدا که سایل کنم که این چی شایی نه خودش همی پیش یگان تا پیش می آینه که استاد میشه نه همین قسمی میکنه. یگان تا را که ببینی خودش بچه است لکن زیبایی که الله برش داده دوام کفایت نمیکنه، باز یگان لبسی نکن پیدا میکنه، باز آسایی کنه چی میکنی؟ تو کمش که بان که یگان یک سری دگام
دیش چقدر نمود میتیشی صاحب خوبم چپ تراش گل میکنم با سایل میکنم. امین نفره باور بکنیم به خدا، امین نفره که ببینید امی اوج قدرت است در فراموش از کل چیز. یک دفعه صاحب ملک الموت می باورش میگه که کیستی؟ میگه ملک الموت چی میخوایی؟ وقتت پر است. برادر من هنوز جوان هستم. چی میگی؟ میگه تو جوان هستی من مامور، من امر الله شده که در اینمی لحظه تو رو بگیم او برادر پدر کلانم تا بالا میگرده. میگه تو نواسه هستی، وقت تو پر است، سر قبر تو باید پدر کلانت گریه بکنن. از این خاطر بسیاری اوقات کسایی را دیدیم که در بسیار در غفلت بودن و بسیاری اوقات آدم در وقت غفلت گرفته میشه و شیطان امی عادتش است. شما ببینید کسی که مثلا میموره، کسایی که میمورن، شما سیل کنین اگر تقسیم اوقات زیر سیل کنین چی خوایی میدیده باشه، چی خوایی میدیده باشه. لکن بیچاره را سیل کنین که در اونمو وقت یک دفعه یک بهانه است، والا فلانی نفر اختطاف شد. اون روز یک کس را گفت فلانی مرد، ما گفتیم بیادر، میگه بابی من کشت سواره کشت یا پیاده خود کشت. حال خود من مات فقط قامت قیامته. ما منتظر هستیم که قیامت میشیم 10 سال بعد از 20 سال بعد است. پشت 10 سال 20 سال نگرد که همین مرد قیامت تو شروع است. تو که مردی دمی قبر که ماندته قیامت تو شروع است. این ملک الموت که دیدی قیامت تو شروع است. راهت بند است، نماز خوانده نمیتونی، عبادت کرده نمیتونی، نشست و برخاست کرده نمیتونی. شما سعی کنین حضرت سلیمان علیه السلام، قصه حضرت سلیمان علیه السلام که شما در قرآن شریف بخوانین سر ازی فکر کنین که مکن. سلیمان علیه السلام بسیار از جمله پیغمبرایی بود که الله جل جلاله هم برش تمام نعمتهای دنیا را برش داده بود و هم آخرت. سلیمان علیه السلام یک دعا کرد. دعای سلیمان علیه السلام بسیار لوکس است. گفت پروردگارا برای من او تو یک پادشاهی بده که بعد از من هیچ کسی نداشته باشه، هیچ پیغمبر، هیچ انسان اما تو یک پادشاهی نداشته باشه. و واقعا الله جل جلاله دعایش قبول کرد، چون دیگه پادشاه ها همه چیز دارن، مال دارن، لکن برازی الله جل جلاله دیوها و جنها را در خدمتش قرار داد که پادشاهی هیچ کس ندارن. هیچ کس بعد از سلیمان علیه السلام جنیات تحت تاثیر آورده نمیتونه. یگان جادوگری که میگه که ما جندار تحت تاثیر آوردیم دروغ میگه. جنها این تحت تاثیر خدا آورده. این نوکر جنهاست، این مدیر عمومی جنهاست. این وارد تحت تاثیر نآورده. تحت تاثیر که جنها آورده بود معجزه حضرت سلیمان علیه السلام. یعملون له ما یشاء من محاریب و تماثیل و جفان کالجواب و قدور راسیات. این معجزه سلیمان علیه السلام بود. سلیمان علیه السلام دعا کرد، خلاص. لکن با اینمی قدرتی که ای داشت، با اینمی که مثلا به میلیون ها جن در اطراف، عسکرش جن بود، کارگرای شرکتش جن ها بودن، کلش فقط که امر میکرد تسلیم بودن. و یا تسلیم امر الله جل جلاله است. کمال سلیمان علیه السلام نبود. دعا کرد به الله جل جلاله، الله برش عزت داد. لکن روزی که در قصر داخل میشه، در داخل قصر وقتی که داخل میشه، برای پیرادارایش هم جن از در پشت سر دیگه. خوب دیگه هم تو سوپر پاور اونجا استاد است. برش میگه که فکرت بگی، من داخل از این قصر شدم، من یک کمی فکر میکنم. کس حق نداره که تا خودم که نبر آمدیم داخل شد. هیچ کس حق نداره و کس را نمانی. مگه سیس ای که داخل میشه که ملک الموت در قصر منتظرش است. السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام. ملک الموت هستم صاحب، در خدمتتان آمدیم. پور است؟ ختم است؟ زندگیم ختم است؟ ختم. خب برای سلیمان علیه السلام اجازه نبود که بره به اعضای خانواده خود
وصیت کنه که این صاحب من میمورم چطور است. اجازه برش نبود. اجازه به سلیمان علیه السلام نبود که سعی کنین دقت. برای سلیمان صاحب حتی اجازه بیرون برآمدن از قصر نبود. اجازه از این هم داده نشد که حداقل بشینه، حداقل سرم تخت خود استراحت کنه بیا روحش بگیر. گفت نه 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 نه. چه قسم؟ گفت در اینمی حالتی که هستی استاد هستی، در اینمی حالت روحی تو باید قبض شود. سلیمان صاحب پیغمبره الله هست، صحیح است. سر خدا سر زمین عصای خود ماند، سر خدا سر زمین عصا ماند، عصا در دستش بود و روحش قبض کرد. ایناله بعضی کساس میگه که ماشم سلیمان اقا وقت و پشتی گپایش نگردید. اصل گپ دیگه است که سلیمان علیه السلام وقتش ختم شد، پادشاهیش ختم شد، قدرتش ختم شد، جنا در بیرون قرار کار کرده میرفتن. میامدن از پشت کلکین سال میکنن چی گپ است؟ میفهمم فکر میکنن. اوه فکر از چی وقت خلاص میشه؟ این که ماشم فکر از 2 روز دوام کرد، 4 روز دوام کرد، 10 روز دوام کرد. میگه ما دلهم علی موته، به مرگ از این میگه خبرشان نکرد الا دابت الارض تاکل من ساعته، مگر امو جنبنده زمین تاکلو میخورد من ساعه در زبان عربی عصا را میگن. میگه از این عصای ازی این موریانگه که استاسا خورد تا ای که حضرت سلیمان علیه السلام سقوط کرد. فلما خر ای سقط، یعنی وقتی که سلیمان علیه السلام سقوط کرد تبینت الجن، میگه جنها فهمیدن که انه لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا في العذاب المهین، اگر اینا غیب میفهمیدن در این عذاب باقی نمیماندن. یعنی از این آیه شریف یکی ثابت میشه که جنها غیب نمیفهمند. اگر غیب میفهمید چرا مرغ ور یک ما کار میکرد؟ لالایش وقت فوت کرده بود، حضرت سلیمان علیه السلام فوت کرده بود. اگر یا غیب میفهمیدن خب سلیمان مرده برین بخیر، لکن تا که دروازه تا که نفتاد با صاحب که افتاد جنها صاحب گریختن برین که صاحب پادشاهی سلیمان ختم شد و گریختن. گپ سر از است که عمر برادر عزیز یک فرصت است و مال و جوانی و زندگی یک نعمت است. نعمت به نقمت مبدل نکنیم. یک نعمت است، شکر نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. اگر اینمی نعمتی که الله جل جلاله برای تو داده از این نعمت استفاده مثبت کردی، این جوانی که الله جل جلاله برات داده این جوانی تا در راه الله مصرف کردی، 7 یظلهم الله فی ظله یوم لا ظل الا ظل عرشه، 7 طایفه مردم است که در زیر سایه رحمت الله جل جلاله در روز قیامت می باشن. یک طایفه از اینا شاب نشأ فی عبادت الله، کی جوان است در عبادت الله نشأت کرده. پس خود جوانی و عمر تو که است یک نعمت بزرگ الهی است. صحابه کرام چی میکردن؟ میگفت امی عمر ما برای الله باشه. یکی خو مردم است که دروغ میگه که ما ترک دنیا کردیم، از ما که 6 غوری زیاد میخورن. یکی خوست که مردم هایی که دروغ میگن. یکی کسایی است که واقعا زندگی خدا به خاطر الله صرف میکنن، وقت خدا به خاطر الله میدن، انرژی خدا به خاطر الله میدن، مال خدا به خاطر الله مصرف میکنن. بسیاری کسا علم است، بسیاری کسا علمش در روز قیامت سبب ذلت و خواریش میشه که خدای پاک ما و شما را از اون نگاه کنه. عالم است لکن علمش به خاطر به دست آوردن منافع دنیا هست. خوب دلار پیدا کردن درجه اول است، خوب دلار پیدا میکنه، خوب جیب پر میکنه، خوب با کلمات و با تبلیغ لکس خود دل جانم مقابل نرم میکنه که برش خوبم تو 1000 قاق در این پاکت بانه برش بده. لکن چون هدفش دنیا هست 30 سال در یک مسجد امامت کرده تا بال 4 تا مقتدی نداره. 4 تا مقتدی نداره. مقتدی هاشم صاحب اگه هستم در بین خود یکی دکله دیگه خود میزنه. این حال بسیاری کسا خوب هوشیار است. هوشیار او کسی است کیس هوشیار.
هوشیار کسی است که پله ترازو را خوب هم حفظ بکنه. اگر امیال برش مرگ برسه بگه خلاص در دنیا موتر بسیار لوکس داره 2010 و در پالوی ازی که موتر 2010 داره در اینجا اگر امی لحظه ده موتر 2010 تکر کنه در آخرت هم 2010 نصیبش است. چون چی کده؟ پله ترازو را دوشه حفظ کنه. ما مردم افغانستان مشکل ما چی است؟ او کسی که دنیاگه خدا جور کرده آخرت گلمش رفته صاحب در آخرت کراچی هم نداره پای پیاده میدوه یک بایسکل خود جور که خانه خراب بر آخرت که بگی پروردگار آسه ولی پیسش مانده اونجا سر پیسش یک قصه را براتان بکنم بسیار جالب است. خب مقصد نامایش نمیگیرم به خاطر از اینکه در درس ها نام گرفتن است. پدر کلان ما ایره یک کس خاص گفت که مولوی صاحب گفت بیا دیگه پدر کلان یعنی پدر می مادرم نه کاکای مادرم دیگه پدر مادرم مولوی بود من ندیده بودم خدا ببخشش منتها این کاکای مادرم هم میشد. این رفت برای چیز گفت چی گپ است؟ گفت بیا که میراث تقسیم کن. میرن صاحب میراث تقسیم میکنن که یک دوست خداست اینجا که چی کرده رفتن که میگه رفتم که در خانه ازی امی اتاقی که مردکه شب روز خود تیر میکن دی 6-7 دانه قلف است. میگه من گفتم این چیست؟ از این بابا کیدانی جور کرده این چرا که قلف هست دی؟ این که مرده هر بچه ازی آمده یک قلف انداخته بازو بچه دیگه شاید یک قلف انداخته که ورده بازو قلف انداخته کل از یه قلف ها انداخته که پشت سر ماتونش یک مادر جنازه برید این خبه کرده که یک خود از این جنازه کشیده و بانه تشنام مشنام در آمده چیز برده دیگه صاحب میگه من رفتم خب بالاخره برادر کلش آمد یک کلیری صاحب از این جیب خود میکشه دیگه صاحب از این میکشه دیگه صاحب در یک جای خود دیگه صاحب چیز کلیدانی یک جور کرده گفت صاحب کل از یاد گفت کلیا را کشیده نمی قلفه واسه گفت میگه محمود همی ایران ماندم یا سبحان الله چی حالت است. میگه کلیای زیر خب قلف واس شده داخل اتاق دارم که مردکه یک تخت مانده در روی زمین تخت در روی زمین مانده به پایه در بین عزیز در زیر این سب زمین کنده و این بندلای پیسره در می جمعت چینده میگی مردکه خود چند وقت مریض بوده بیچاره و چند وقت نمی تخت افتادگی سبازی دروازش قایم است چی است این البته نام آمده چی آمده میگه حال که این پیسره بالا کردیم کمی بندل شاریده یک قسم کال بالا میکنیم این بندل در دست نمیایه تو که میگی یک قسم پیسا مشکنه توته میشه. باور بکنین همی قصه ازیره به گریان میکرد برای ما گفت بچه های گریان میکرد چرا تو گریان داری؟ گفت یکی صاحب گفت این پیسه ازی که شروع شد گفت حالی بچه های ازی یک دوای غیر اکادمیک گفتی پدر خدا یکی صدا میکنه که این در تاترین دوزخ جای شود این خدا نبخشش. گفت همون دیندارش که خوب آدم است ویشی قسم دعای بد میکنه که این خدا نبخشش این در مولوی صاحب بلایم دعا کنه در تاترین چی پیسا را این دعا کنه مفردم من بچاره را چید گفت ایره صاحب هنوز یک هفته تیرش گفت این همی خوبایش قسم دعا میکردن این دگاهش دیگه بیخی دیگه گفت غیر اکادمیک یا یک چیزایی میگفتن میگه من اونجا دیدم سعی کنه که نعمت با چی مبدل شد؟ با نقمت این نعمت برازیه و غم و بلا این حال این مردکی چه قسم پیدا کرده و در روز آخرت اولادای خودش میگه بالاخره صاحب یک قال مقال یک دو زدن میگه حال ما دیگه ماندیم من میگه مال شما ما باشم یا برم بالاخره میگه چنجا باز بالاخره میگه رفتن یک دانه پیپ دو کنج بود یک دانه پیپ دو کنج بود همین پیپای دو سری روغن میگه باز دایی همین دور پیگی و پلیسیار انداخته بود 5 و 2 تا خوارم کم زنگ زده بود لکن بازم چاره میشد این حساب کردن هر کدام از یاد همین پیپا را که کشیدن براشون یک پیپ نیم پیپ پیسه رسید که هم یک لک یک نیم لک یعنی پیسه خوبه تو چیز بود همین پیپای را که پیدا کردن برای یک چیز رسید خود سر از ما مرکز همین پیپ گرفته میگه من گفتم انا لله و انا الیه راجعون این پیسه که این چیز میکرد میگه یک قران در راه الله مصرف نمیکرد
الله جل جلاله توفیق بده کل ما و شما را که مال خدا به خاطر الله مصرف کنیم. برادرای یتیما سر ما حق داره، سهم بگیرنده. خیر زیاد نداری، 5 روپیه دیدی که $1 لایتام جور میشه، بگین 1 دیام از طرف من. در روز آخرت که لیست برآمد پشت از این نمیگه که چند داده، نمیگه که چند داده. فقط در لیست میگم کسایی که نامش در لیست هست میاره در جنت روان کن. 1/50 که داده باشی در لیست، در آخر نامت رسیده. از این خاطر داره یتیم امیال مدرسه ها سقوط میکنن. پیش ما مدرسه ما سقوط میکنن، صاحب جای نداریم. باور بکنین در این سمت شمال که برین، در قندوز، در طرف های بدخشان، تخار، این منطقه که بری، قریه است که 5000 که یک قاری را ماش بیتی 40-50 تا طفل درس میده. یعنی تو در 5000، در 4000، در 3000. یعنی ما یک مدرسه رو موجود جور کردیم، 3000 روپیه به قاری صاحبش ماش میدیم. من گزاره میکنم در 3000 روپیه این ایمیل 50-60 نفر درس میده. فکر کو کمی طفلکا در موجود درس میخونن، نه درس میخونن. اما ای که شما این ختمه رو میکنین، نه امیل کوثر صاحب بردیم در ختم. من برش گفتم کوثر صاحب تو 1000 میدم، تو برام یا مثلا تو 10000 میدم، یک ختم برام بکن. خو ایره در مقابل وجوره گرفت برام قرآن خواند. ثواب کردی خودت؟ نه برای خودش نشد، چون ایده مقابل وجوره قرآن خواند، برای خودش ثواب نشد. وقتی که خودت برای من چی رو ببخشه؟ فاقد شيء لا يعطي. فاقد شيء نه، یعنی یک فکرتانه بگیره. نه حالا مثلا تو یک کسی رو من کوثر صاحب گفتم کوثر صاحب 10000 تا میتونم برای من ختم کو، صحیح نه؟ ایده مقابل 10000 ختم کرد، ختم خودش نشد. چرا که خود مقابل چی خوان؟ و در مقابل خواندن قرآن خوجوره نیست. امام گرفتمش در افغانستان که مردم دعا میکنه، خب ملایش ماش میخوره از هم نمیشه نمازش. ماش که نخوردیم میگه استغنا زیاد داری رو کار نداریم. ماش که نخوردیم ما که برش مفت ماش میتونم برای کار نداره. اگر گفتیم کوثر صاحب تو 20000 مانه ماش میتیم برای ما امامت کو، نماز قبول میشه؟ اجوریش این حال وقتی که از خود از او قبول نشد حج بگویم میده کوثر صاحب ایواز پدر من حج برو، در مقابلش 50000 برات میدم. حج کی میکنه؟ میشه؟ برای خودم نمیشه. نمیشه. وقتی که برای خودش نشه اوش تو باز امور توفه بده برای ما و تو. یعنی یک کسی حج وقت میشه که من استاد کوثر بگم والا من مریض هستم رفتن نمیتونم، خودت ایواز ما برو که این فرض ما ادا شود. لکن میگم میرم به خاطر رضایت الله من این کارو میکنم. اما اگر در مقابل اجوره رفت، امامت در مقابل اجوره کرد، قرآن خوان برای من در مقابل اجوره، باز خود از این نشده. وقتی که از خودش نشد برای من چی رو بده؟ متوجه هستین؟ از این خاطر برادرای عزیز متوجه باشید که بعضی گپ‌ها بسیار دقیق است، بسیار دقیق است. از این خاطر بیاین که سهم بگیریم. مرگ اینمی قسم. اگر تو آقای سیف داود مرا میشناسی نه، اگر 20 سال پیش مرا یاد بگیری نه، 20 سال پیش مرا میدی، حالا که من خودم روی آینه سهل میکنم خوش خودم نمیاد. 20 سال پیش که سهل میکردم میگفتم اوه تنها نتیجانا در الفت ما رسوا از شهر می ابجیسی دیوانه هزاره. این حال صاحب مشکلی است که عمر انسان تیر میشه، نه برای تی جوانی میمانه. سعی کن ما و شما آدم هستیم. کسی که میگه ما آدم نیستم بخو نیست. آدم به خاطر از نیستیم که اول الف وارستیم، باز 60 ساله شدیم دال واره میشیم، باز که 80 ساله شدیم باز میمورم. از این خاطر ما و شما رو چی میگه؟ آدم. الله جل جلاله برای ما توفیق بده که خدمتگار دین باشیم، مال خدا، زندگی خدا، عمر خدا، جوانی خدا، وقت خدا به خاطر الله، علم خدا، فهم خدا، دانش خدا، هر نعمتی که الله داده او را به خاطر رضایت الله جل جلاله صرف کنیم. الهی پروردگارم هر کسی که هر چیز بخواید تا وقتی که توفیق از طرف تو نباشه نمیتونه در او راه حرکت بکنه. الهی پروردگار تو برای ما توفیق نصیب بگو که در راه مستقیم در راهی بریم که
راه نبیین و صدیقین و شهدا و صالحین هستند. الهی دور را ما را نبر که وقت میمریم مردم در مردن ما خوشحال شوند و بر ما بد بگویند. الهی پروردگارا این دین توست، حافظش خودت هستی. الهی ما را خدمتگار از این دین بگردان. پروردگار آخرین کلمه که از زبان ما خارج میشه کلمه لا اله الا الله محمد رسول